بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده های عزیز و ارجمند، امید است که خوب و صحتمند باشین و روزهای ماه مبارک رمضان به خوبی سپری کنین. من مصطفی باور یک بار دیگر در شهر زیبای کابل هستم و امروز آمدیم به منطقه میرویس میدان که به طور عامیانه برایش میگیم کوته سنگی و مشهور است به کوته سنگی. اما اکنون در بالای پل کوته سنگی قرار دارم و شما این نمای زیبا را از کوته سنگی تماشا میکنید. سرک هایی که نو ایجاد شده یک نمای زیبای و خاصتر به وجود آورده و امیدوار هستم که در کشور ما افغانستان، خصوصا پایتخت ما کابل، این آبادی ها زیاد باشه. قسمی که شما میبینید در طرف راست ما این مسیر به طرف سیلو رفته و طرف چپ ما به منطقه برچی و دارلمان رفته و همچنان در پیشروی ما این سرک رفته به منطقه کمپانی که ولایت های غربی افغانستان را با کابل وصل میکنه. و با ما باشین، امروز یک برنامه ویژه افطاری داریم که با هموطنان عزیز ما صحبت می داشته باشیم که ایام ماه مبارک رمضان چطور میگذره. تشکر. های عزیز، پیش از اینکه بریم پایین پل اینجا متوجه شدیم که یک کاکا مصروف نشانزنی است و یک کاری ویژه‌ای که کاکای ما میکنه این است که برعکس نشان میزنه و میریم با اونها یک صحبتایی می‌داشته باشیم. با ما باشین. سلام علیکم کاکا، خوب هستین؟ بخیر؟ سلام، جور بخیر، صحتمند، خیر و خیره. کاکا جان میشه خود معرفی کنین؟ نام محمد حسین است، باشنده کابل. کاکا جان چقدر وقت میشه که مصروف از این نشانزنی هستین؟ یک 6 ماه میشه. 6 ماه. این نشانزنی که میکنین قانونش چی است؟ هر فرد باید چی کار کنه؟ جایزه داره نداره؟ اگر نشانه درست نداره عادی است، دانه 1 روپیه 10 تاش 10 روپیه است. عادی است، همون نشان میزنه بدون جایزه است. تنها دیگه از این سلای بادی استفاده میکنین. آیا معلومات دارین که چرا ایره بادی میگن؟ بادی به خاطر میگه که دزوره باد است که همو یک واشل داره و قاط شد واشل میره پس فایر که شد واشل میخوره در بادخانه مرمی میبره و نمو دزوره باد است دیگه. بادی که میگه. بیشتر ما دیدیم که شما برعکس نشان زدین. این ویژگی را چطور یاد گرفتین؟ بر ما بسیار جالب بود. ایره خب ما از وقت بلد بودیم دیگه، اون نشان خو یاد آدم نمیره دیگه. ما از خورترکی دمی کار بودیم دیگه، استعمال زیاد کردیم. آیا در خورترکی از غولک هم استفاده کردین؟ وقت و بادی نبود با غولک شکار کردین؟ چرا؟ بادی 1340 اولین تفنگی که در افغانستان داخل شد دوران ظاهر بود، اینمی بادیا بود. 65 سال سرش میگذره. یا در سایمان سبا میداد تمرین میکرد سایمان سبا سرش، بالاخره برشان بخشید. این 65 سال است که در افغانستان داخل شده. 1340 در افغانستان آمده بودک. و شما در شکار میرفتین با این بادیا؟ شکار میکردیم. بعضی وقت یک دوستم بودک مرض سل داشت، پیش دکتر رفته بود، گفت اگر میخوایی زنده بانه ایره گوشت گنجشک بده. باز یک 6 ماه مردکه زنده بود، باز میرفتیم برش گنجشک میزدیم دمیشه در سیلو گنجشک میزدیم 50 تا 60 تا برش میبردیم. یک چند وقت خورد باز بالاخره فوت کرد و مرض سل داشت. معلوم میشه که خوب یک نشانزن ماهر هستین. اما بیشترین شکاری که در یک روز کردین چند تا بوده کاکا؟ بهترین شکاری که کردیم در ظرف 2 ساعت 70 تا گنجشک آوردیم. واقعا که استعداد قابل تحسین است کاکا. قسمی که میفهمیم ماه مبارک رمضان است، روزه چطور میگذره کاکا؟ سرتان تاثیر خو نکرده؟ روزه دیگه یک ذره عمل سیگریت داریم دیگه، تشنه و گشنه نمیشیم. اونم یک سیگریت اونم یک ذره سختی میکنه دیگه، تشنه و گشنه با کلی نمیشیم. بسیار خوب وقت است سال فعلا، نه گرم است نه سرد است، هوا متوسط است. کاکا جان پیشتر که ما دیدیم شما نشان زدین ولی
از عقب نشان زدین، میشه با او را به ما اجرا کنی و چه قسمی را ویژگی را دارین؟ در شفخانه تای واکسین نگاوان بودم. خب شو نگاوان بودم. اونجا سگ دیوانه که میخورد 14 روز نفر در گرد اشکم خود پیچکاری میشد، باز خوب میشد، ساعت میافت. در غیر از او که 40 روز سر میشد دوره که نمی آورد، در روز 41 نفر میمرد. باز اینجا دمو زمانای وروسا بوده، آمد وروسا 2 تا از بالا آمد، گفتگی چیست؟ ما گفتم میانی تو نشانم زده میشه. گفت بزن. زدم داینه. او گفت من میزنم. یکیش تاجیکی بود، یکیش وروسی بود. بر از او داد، آینه رام دادم، سازمه را پر کردم که نشان گرفت که هرچی سعی کرد از حسابش را نیافت. این دیگه خود داد، گفت بگید من خود نیافتم تو بزن. یکیش تاجیکی بود، مسلمان بود، در زبان فارسی صحبت میکرد. باز این یام که هرچی کرد نتانید، باز مرا گفت باز ده. دفعه دیگه ده. دفعه دیگه که زدم باز خورد. بازی سعی کرد گفت یه علم بشر کار نمیکنه. گفت من نمیتونم. دیگه خدا داد وام نزد. گفت دفعه دیگه ده. باز زدم باز خورد. باز یا رفت گفت نمیشه، یا رفت گم شد. یا نیم ساعت بعد دیدم که باز آمد. گفتم کجا آمده ناله؟ گفتم این دستکش های ما یاد ما رفته. 2 تا دستکش بود، در اتاق یادش رفته بود، دستکش ها را گرفت رفت. یعنی فکر کن که ما میزنیم وروسا نتانست که خود تفنگ جور کردن. این ساخت چکسلواکی هستن، میدن چکسلواکی ها و اونها خودشان نتانست مگر ما زدیم دیگه. چه قسم داینه؟ آینه چه قدر است؟ از پشت سر چه رقم میبینید؟ آینه این قدر است رو میبینیم نزدیک. خوب بینده های عزیز ببینین چه آینه پرترک هستن. دفعه میزنیم دیگه. یک دفعه با ما اجرا کنین نمی مهارت تانه کنین. باش. درسته. بینده تماشا کنین که کاکا از پشت سر نشان میزنه و این یک ویژگی خاصی است که کاکای ما داره. خب کاکا اول چی میکنین؟ اول اینمی سازمه پر میکنم، باز روی موسم میکنم، در شانه میمونم. اون تکمه را خود دیدی که اونجا ماندم یکه کدم نه و هر گنجش که میگه خودش ده اون تکمه که طاقه است همون رو میزنم دی. یعنی در گله نمیزنم. این تکمه مشخص است. بیار کاکا مشخص بساز. اینمی تکمه اون مشخص است. اینال شما سعی کنین که ما چی میکنیم شما سنیم ما سعی کنیم. موفق باشین کاکا. بینده ها تماشا کنین کاکا یک کار جدید میکنه که از پشت سر نشان میزنه. اون یک نفر تیر شد بگو کاش نبیه دیگه که من نمیبینم. خب نفر تیر نشه. نمیشه نه برو صحیح سه. ماشاءالله بشک کاکا. ولی هدف خورد. ولی یکی گفتن یکی عملی اجرا کردن است. ما که در زبان که میگم باز همیت عملی ها میجرام. واقعیت کاکا ثابت کردی خدا. تشکر کاکا از اجرای نمایش. ما که اینی داینی که اینی تو داینه میزدم یک آیتی دستکاری بوده. در 61 رفتم 64 دوران ببرک کارمل بوده. باز دکتر نجیب شیشت. باز گفتم بیا والا دایی خو میزنی دمی کلاشینکوف هم امتحان کو که چه رقم است. بیا گفتم بیا دمیام یک امتحان میکنم. در کلاشینکوف مرمی را تیر کردم داخل میل، شاجو را کشیدم، بندش قایدر شانه ام تیر کردم. این بنده که اینجا انداختم همین تو کش گرفتم. او والا گفتم میشه. در قوطی نسوار خوب آینهش کلانه نه. در او که سعی کردم کلاه آینی رساندم بسیار دور اون دشارتن وره اون در سر تپه پشت کوت برق مزار شریف. بازو رساندم که همین نشان گرفتم که زدم کلاه آینی افتید پایان چک شد. والا یعنی اون در کلاشینکوف هم موفق شده. تشکر کاکا در کارتون برکت. سلامت باشی، موفق باشی، خدا خیر. بینده های عزیز حالا پایین شدیم از پل کوتی سنگی و در سایه کوتی سنگی قرار داریم و میخواییم با بعضی وطندارای عزیز ما صحبت هایی داشته باشیم.
که مصروف چی هستن، ایام رمضان چطور میگذرانند. و قسمی که میبینین در بازار کوتی سنگی بیربار بسیار زیاد است و مردم همگی و تلاش ازی هستن که یک لقمه نان حلال به خانهشون ببرن. با ما باشین. سلام علیکم لالا جان، خوب هستین؟ بخیر؟ علیکم سلام لالا، شکر سلامت باشی. ان شاء الله رمضان بخیر سپری میشه. تشکر، سلامت باشی. میشه خدا معرفی کنی لالا؟ بله، سید رحمان رحمانی هستم، باشنده ولایت کابل. لالا جان مصروف چی کار هستی فعلا؟ والا لالا مصروف کاروبار و واسکت هستیم دیگه بخیر. به خاطر می روزای به خاطر مردم ما نو واسکت کار آوردیم به فروش برسونیم. چند نوع واسکت دارین؟ این واسکت ها وطنی است یا خارجی است؟ نه، ما واسکت های عموما وطنی است، واسکت های تکه‌ای است، کانفیز است، جولیدار است، عموما کلش وطنی است. ان شاء الله جنساش خیلی خوبش است، کیفیت داره نسبت به مالای پاکستانی و ایرانی، بسیار کیفیت داره، کیفیتش خوب است. اینجا افتخار است که کل می واسکت ها که هست از وطن است و تولید وطن است. چطور از روزای رمضان خوب میگذره؟ شکر است، الحمدلله، شکر است، خوب است، خوب میگذره. ولی یک تشویش ما چند روز پیش به لحاظ ازی بوده که راوا ما گفتیم بند شد، نخواد واسکت‌های دیگه ولایت کشورها برای ما بیاید، اما واسکت‌های وطن ما دایی افتخار میکنیم، تولید وطن میگه افتخار وطن. از مالای خارجی که امسال مالای وطن خود ما خوبتر است، جنس کیفیت خوب داره. بله افتخار است با ما که کل تولیدات از وطن باشه. تو مثل ما لاغر هستی، روزه سر تاثیر نکرده؟ نه انشالله، نه من خودم یک ورزشکارم هستم، حدود 6 سال میشه فیرفایت تمرین میکنم. بازی روزا برای ما دیگه آسان تیر میشه، چرا که ما در یک هفته 7 کیلو 6 کیلو وزنم کم کردیم. ماشاءالله. پیش کدام استاد تمرین میکنن؟ استاد فواد بدخشی، کمپ پی اف سی کوچه بسازی. مسابقه دارین؟ موتور باشه پروفشنال مسابقه کردین تالی؟ والا مسابقه پروفشنال کردیم، خب فعلا امارات مسابقه پروفشنال بند کرده، باز ثبت ما موتور نیست. ان شاء الله که امارات اسلامی افغانستان هم کل مسابقات MMA را باز کنه. شما ورزشکارا افتخار هستین، ان شاء الله که به ما بهترین آرزویت برسی. آرزویت چی است؟ در کدام سازمان بخیر بری؟ آرزوی ما ورای میاسته، اول آرزوی ما در بخش ورزش براتون میگم. بخش ورزش آرزوی میاسته که در وطن خود ما سازمان‌های بزرگ مثل سازمان سلفسی که شب نبرد بود، یعنی تو یک سازمان واسه ما فایت کنیم. تمام کسایی میال زیاد جوانایی هست که آماده از امیر روز است و خیر که در وطن ما پس MMA دوباره باز شه و در وطن خود ما مسابقه کنیم، امرای خارجی‌ها چی برزیلی است چی هر کشوری که هست نشان بدیم که افغان‌ها چی کسی هست. واقعا ان شاء الله که دولت عزیز ما این مسابقه MMA را باز کنه، چون اکثر مصاحبه‌ها را می‌بینیم اکثر ورزشکارا به خاطر از این شکایت دارن که چرا مسابقه MMA باز نیستن. آرزوی از این رخ نداریم مثل دیگه MMA کارا که در سازمان بزرگ UFC یک روز مسابقه کنیم؟ والا آرزویش خود داریم، اول از وطن خودم آدم شروع کنه، چرا که وطن خودم سازمان شب نبردم که بود، گرچه به UFC نمیرسه، UFC بزرگترین سازمان جهان است. ما آرزویش دارم ان شاء الله بخیر خداوند کسایی که به مثل ما آرزویش داره کمربند UFC در کمرش بسته شود و ما یک شوق، یعنی کسی که یک فایتر که واقعا فایتر باشه شوق از این داره، چی در داخل کشور باشه چی در بیرون کشور، فقط یک فایت خدا. فایتر دلخواهت کی است؟ فایتر دلخواه ما در بخش افغانستان وایدلای نژند است که بهترین فایتر است به نظر من، که فایتر 2025 در سازمان اکتاگون هم شناخته شد و در فایترهای برزیلی چارلز اولوریا است. در بین جهان از خارجی دیگه چارلز اولوریا را فوش دارین؟ یکی او فایتر است و یکی هم فایتر که از روسیه، از داغستان روسیه، اسلام مخاشف، خبیب، اسمان نورمگمدوف که واقعا فایترهای خوب هستند، مسلمان هستند و قد نام اسلام در جهان بالا کنیم. تشکر لالا، ان شاء الله که به موفقیت بیشتر برسی و در کارت برکت باشه. سلامت باشی لالا گلم، بخیر باشی، روزتان خوش، خدا حافظ. بندای عزیز با ما باشین، با دیگه وطندارای عزیز ما صحبت میکنیم. بیننده های عزیز، حالی آمدیم در زیر پل کوتی سنگی قرار داریم با یکی از هموطنان ما که مشغول رنگمالی است دیگه، کسبش رنگمالی است، با اونا میخوایم مصاحبه کنیم. سلام علیکم لالا، خوب هستین؟ خوب هستی جان و جور صاحب، خوب است. میشه خدا معرفی کنی لالا؟ بله، وحید الله هستم، باشنده کابل از بلوسولی پامون هستم. مصروف چی کار هستی لالا؟ والا مصروف کار دکوری رنگمالی میکار هست. در رنگمالی مسلکی یاد داری یا نه؟ والا ما رمضان است که دروغی نش 70% رنگمال هستم. اصل کار ما گلکار بناست، ما گلکار هستم،
رنگ مالی هم میکنم. یک 70-300 قابل اعتبار است. رنگ مالی رو در کجا یاد گرفتی کاکا؟ حالا رنگ مالی رو در ایران یاد گرفتیم، در وطن خود ما کم یاد گرفتیم. دیگه می کاروبار رو چیکار. روزه چطور میگذره؟ سرت خود تاثیر نکرده کاکا؟ نه فضل خدا. روزه دیگه ما خیر و رحمت است. سر ما فرض است. هیچ نمیفهمیم ما روزه هستیم یا نیستیم. شکر دیگه قوی، ایمان قوی، قدرت قوی، کل چیز قوی. امسال رمضان هوای سردتر است. امسال رمضان با سالهای قبل چی فرق داره؟ والا رمضان که هست ماه خیر برکت است. اون سالش از امسال کلی بهتر است، 4 سالش از هر سال کلی بهتر است. ماه خیر خوبیه، ماه خیر برکت است، کار است. شکر خدا خوب ما است. غذای دلخواه چی است که در افطار بکنی؟ والا غذای دلخواه ما بنده به کبر هستیم. هر چی که باشه شکر میکنیم. با ما مهم نیست که چی باشه چی نباشه. مقصد غذا باشه. کل اتهام خداوند است. بله بشک. آرزویتان چی است که اگر آرزو داشته باشین که در این ماه مبارک رمضان پروردگار دعا کنید قبول شود؟ والا آرزو داریم که دمی هموطنای ما، مملکت ما یک روز خود ما سوار شویم، دست ما در کشورهای خارجی پای دست ما دراز نشه. همین با کشورهای خارجی خود ما خودکفا شویم، همین سر پای خود ساز شویم. همین برای ما یک افتخار است که دست ما با کشورهای بیگانه دراز نباشه، خود ما خودکفای وطن خود باشیم. دیگه چیز آرزو ندارم. آقا فعلا متأهل هستی به ماجرا؟ والا فعلا ما متأهل هستم. یک زن دارم با خیر آرزو کردیم. خدا اگه بخواه دیگه شما میکنیم. دو تا زن میکنی، یک تا برتان بس نیست؟ به خاطر از این قدر عزت باز زیاد میشه. اگه یک زن طویل نگرفت ویل به خاطر از او، به خاطر از این ادیش طویل دار باز میشه. یک تا دل دیخ نمیشه؟ والا یکی هست باز یکی آدم به قدر میشه. دو تا که باشه باز ای به خاطر از ای به خاطر از این قدر باز زیاد میشه. اینطورسه. تشکر کاکا که با ما وقت دادین. موفق باشید. دایی عزیز آمدیم حال پیش یکی از هموطنان ما که مشغول فروختن جگر است و یا صحبت می داشته باشیم. سلام علیکم لالا، خوب هستین؟ بخیر؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ بخیر؟ چیال داری بدر؟ خوب هستین ان شاء الله؟ الحمدلله بخیر باشید. میشه خودم معرفی کنین لالا؟ نام نعیم از بیاد که باشنده کابل دیگه فعلا کوته سنگی معروف جگرپزی هستیم. به خاطر افطاری یک نان جور میکنیم غذا به خاطر افطاری که باز آزان که داد دوستا کشان میان میگه که افطار میکنن. چطور از ماه رمضان بازارا خوب است؟ فضل خدا که از دیگه سالا کردم سال خیلی خوب است. فضل خدا سال خوب است، دیگه بیریبار هم خوب است. دیگه امروز چون عبده رمضان است، وایستا بیریبارک هم زیاد شده است. فضل خدا مردم خوش است، بیریبار زیاد است. دیگه از دیگه سالا که خودنانخوری ما زیاد است دیگه مچم. شکر که کارتون خوب است. چند سال میشه که مصروف جگر پخته کردن است؟ وقت کم میشه، یک سال واره میشه از این کار. دیگه از کار خود ما راضی هستیم. فضل خدا میگه روزی حلال پیدا میکنیم. دیگه خدا را شکر است. یا کم یا زیاد میشه خرج خانه مبره. جگر خوراک چند است؟ جگر دیگه امروز اینان 50 پس دیگه اگه تا پارسال میبرد 200 300 150 پر پارسالکی میبرن. دیگه فعلا آمادگی داریم به خاطر افطاری. دیگه اگه تا به حساب افطار میبره باز مسافرا که میبره باز گاز دارن باز دوباره گرمش میکنن. باز دیگه ملاک آزان داد اگه یک چکر آمد ان شاء الله در خدمت هستیم. عیبش که رمضان است، اگر نمیشستیم با همکار ما کدت میخوردیم. چون ان شاء الله که روزه خلاص شد اگه زندگی بود بریم بعد از روزه دیگه بخیر. ان شاء الله بخیر. میبرید افطاری هم در خدمت هستیم. تشکر. جگر فایده هایش اگر بر بیننده ها بگید. جگر دیگه بیادر با کمخونی کسی کمخون است با کمخونی فایده داره. دیگه کسی که ضعیف است با ضعیفی فایده داره، یکی با ضعیفی یکی با کمخونی. دیگه این فکر که گوشت است، گوشت قوی چیزی است، چیز قوی است، پروتئین داره به اصطلاح دیگه. واقعیت است. فعلا که جگر پخته میکنید، جگر کدام حیوان است؟ این دیگه فعلا جگر مرغ است. جگر مرغ است. باز کسی که خواهش میکنه که جگر 2 ساله میگه باز از او علاوه داریم پخته میکنیم برایش 1000 قیمت تر است. تو خوراک 100 پس، این خوراک 50 پس. تو دیگه شاید از خوردن جگر بخی و تنگ آمده باشی یا زیاد شاید خورده باشی. در افطاری چی نوش جان میکنی؟ از خودت هم جگر میخوری یا میری خانه؟ همین فضل خدا که وقتی که ملا اذان میده
از این جگر دل من نمیزنه. ای ملاک از یک ذره وزن زیاد نیست که ملاک آزان میته فقط یک خوراک از می هر شب اول است. باز بعدم دیگه یک گلاس دوغ یا نی شکر یا زردک باز بولانی خام خود دیگه هرچی لابلا خورده میریم دیگه تا که سن خانه میریم بخیر. تشکر لالا، انشالله که موفق باشید. خب که شما در خدمت مردم هستید، در ماه مبارک رمضان اول مردم میگیریم. خداوند شما را توفیق بده. ما یک در پارسال براتون میدم دفتری بخورید. تشکر. سلامت باشید. میگم. بخیر باش. سلامت. خدمت نیست.